مقامات نظارت بهداشت در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت آشخانه مرغ آرام را که مرغ‌ها را زنده در دگ می‌پخت بستند. آشخانه مرغ آرام در کنار شهر خوجند محض با مرغ‌های پخته شده خانگی معروف بود، ولی اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار پیدا شد که نشان می‌داد مسئولان این آشخانه در شرایط بد بهداشتی مرغ‌ها را زنده به دگ جوشان انداخته بعداً ضبط و آن را پر می‌کنند. فرقت شریپوف، معاون سردختور مرکزی دولتی نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی، روز 1 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از پیدا شدن نوارها بلافاصله به تفتیش فعالیت این آشخانه شروع کردند. او گفت اکو اساسا نسبت همون بوینش بود، بوینی که وای اداره بایتاری نظارتش پیشه پیروسیگه هم بوینش پیش این شهر خوجند میکردگی یک ماه یک 15 روز پیش همین بوینه برای که خیلی مبلغی هستم 50 درهم ارزان فرود گفته همینجا واره خودش تشکیل کرده. خیلی کمبودی بود موقع پر بوهای کردگی بازداشت کردگی پروتکل کردگی. شریپوف افزود پس از سنجش و آشکار شدن کمبودی ها با قرار مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی فعالیت آشخانه از روز 20 اپریل قطع کرده شد. با گفته این مسئول مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی در نسبت آشخانه معروف به مرغ آرام که در اصل محمد نام دارد و مالکش فیض‌الله عالموف می باشد پروتکل ترتیب داده شده به مقامات پروکراتور ناحیه سپرده شده است. فرقت شریپوف گفت مقامات پروکراتور در نسبت این صاحبکار بر اساس سنجش های آنها بهای حقوقی خواهد داد. تمام حجتاش ما پروکراتور ناحیه بود ارسال کردگی برای حکومت دلنش و یا کار خودشان و دیری جنایی میکنه و دست نامه. در مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ناحیه باباجان غفورو گفتند بار آخر فعالیت این آشخانه ماه دکبر سال 2017 تفتیش شده یک زنبوره کمبودی ها آشکار شده بود. پس از این سنجش مقامات مأموریت این آشخانه را 1000 سومانی جریمه کردند. اما مسئولان بهداشتی میگویند در این میان با تصمیم حکومت جمهوری در مقامات نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی تغییرات ساختاری جریان داشت و کارمندان این نهاد از نو به کار پذیرفته شدند. هنگام جریان داشتن تغییرات ساختاری در اداره و مؤسسه های ناحیه تفتیش برده نمیشد و به گفته مقامات صاحبکاران از این فرصت سوء استفاده کرده معیارهای سانیتری و اپیدمیولوژی را به خاطر گرفتن فایده مفت پایمال کردند. آخر سال 2017 رئیس جمهور امامعلی رحمان مقامات را برای راه دادن گوشت مرغ پست‌صفت از خارج کشور سرزنش کرد. در پی انتقاد رئیس جمهور 3 مقام بلندپایه رئیس اداره تاجیک استاندارد، معاون وزیر تندرستی عاید به بهداشت و ریاست بیطاری وزارت کشاورزی از وظیفه‌هایشان سبکدوش شدند. بعد از انتقاد رئیس جمهور، حکومت جمهوری از تأسیس نهاد نو با نام کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان خبر داد. این نهاد در زمینه ساختارهای پیشینی، خدمات نظارت دولتی بیطاری، خدمات نظارت دولتی ذات‌پروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی تأسیس داده شد.